خورده پارچه هاتو بردار بیار این زیر قابلمه 40 تیکه رو درست کنیم. الگومون به این شکله که 2 سانت، 4 سانت و 7 سانت یه مثلث طراحی میکنیم. از این مثلثمون 16 تا پارچه مختلف برش بزن. از قسمت 7 سانت به این صورتی که من تا کردم تا کن، همه تیکا رو دونه دونه بدوز. وقتی همه رو دوختی برگردون، گوشه هاشو با وسیله نوک‌تیز مرتب کن و همه رو دونه دونه اتو بزن. وقتی همه رو اتو کردی دونه دونه تیکه پارچه ها رو میذاری روبروی هم و از جایی که نشون میدم با چرخ میدوزی مثل تصویر. وقتی دوختی دوباره یه تیکه دیگر رو میذاری روبروی تیکه قبلی و میدوزی با فاصله تقریبا 3-4 میل. تیکه ها رو 8 به هم میدوزیم، روی هم میذاریم. تیکه هایی که باز مونده بود رو هم به هم وصل میکنیم، یه اتوی خوب میزنیم. دایره زمینش رو یه پشم شیشه و 2 تا پارچه برمیداریم، یه دایره میکشیم که بزرگتر از 40 تیکه باشه. دورش رو میدوزیم، 5 سانت باز میذاریم، برمیگردونیم، اتو میکنیم، جایی که باز مونده بود و پس دوز میکنیم. 40 تیکه رو به دایره سنجاق میکنیم، از گوشهای مثلث ها میدوزیم و وصل میکنیم به دایره. الان نوبت دایره وسطه. یه دایره به قطر 8 سانت برش میزنیم، دورش رو میدوزیم، وسطش رو چرت میزنیم، برمیگردونیم و اتو میزنیم و دوباره پس دوز میکنیم به وسط 40 تیکمون و به همین تمیزی یه زیر قابلمه قشنگ داریم.